درباره این قصه ما در درس گذشته گفته بودیم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم دایر به فضیلت آن مردی که سوره قل هو الله احد را می‌خواند شنیدند و خیلی خواستند که این خبر خوش را به او رسانند تا او را خرسند کنند، زیرا یک نفر شخص مسلمان را شاد نمودن از جمله کارهایی است که اجر زیاد دارد و خداوند از آن راضی می شود. ولی اگر حضرت ابو هریره برای این کار نزد آن مرد می رفتند، خوراک خوردن همراه پیامبر را از دست می دادند. اکنون شما این حالت حضرت ابو هریره را تصور کنید و خوب در خاطر نگه دارید. آن کس از جمله اهل صفه بودند. اهل صفه مهمانان اسلامند که نه خانه دارند و نه اهل و عیال و نه کار و تجارت. اگر کسی برایشان طعام دهند میخورند وگرنه گرسنه می نشستند. ابو هریره رضی الله عنه یکی از چنین نفران بودند. اکنون باید معلوم باشد که از دست دادن خوراک برایشان چی معنا دارد. خودشان نقل کردند که چی گرسنگی ها را از سر گذرانیدند. امام بخاری از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که میگویند من از شدت گرسنگی شکمم را به زمین زیر می کردم و گاهی دیگر از شدت گرسنگی به شکمم سنگ می بستم. البته ما که نعمت بسیار دیده ایم و حالتمان خیلی گوارا شده است، این حالتی به شکم بستن را نمی فهمیم. من به شما حالتی را که با چشمان خودم دیدم نقل می کنم. خدا رحمتی مادر کلانم که یک پیرزنی کمخور بودند، به طعام آنقدر رغبت نداشتند، در حالی که در خانه طعام فراوان بود. وقتی گرسنه می ماندند میان بندشان را سخت می کردند. هر قدر که بیشتر گرسنگی غمشان می داد آن را سختتر می کشیدند تا آن رنج گرسنگی کمتر احساس شود. حضرت ابو هریره نیز چنین می‌کردند. با وجودی میانشان را محکم بستند، باز درد گرسنگی می‌ماند. بعد چیکار می‌کردند؟ به شکم سنگ می‌بستند تا فشار را سخت‌تر کنند. از این جاست که می‌گویند گاها به شکمم از گرسنگی سنگ می‌بستند. گاه میشد که از شدت گرسنگی سر کوچه ها افتیده میماندند و راهگذران آن کس را دیده خیال میکردند که از هوش رفته است و برداشتنی میشدند. خودشان نقل میکنند که بار سر راه از گرسنگی نشسته بودم که از راه ابوبکر رضی الله عنه گذشتند. از آن کس درباره آیت سوال کردم. اصلا میخواستم که با بهانه سوال درد و رنج گرسنگی را برطرف نمایم، ولی مرادم حاصل نشد. گویا حضرت ابو هریره درباره آیت پرسیدند، مقصد داشتند که حضرت ابوبکر آن کس را به خانه‌شان دعوت میکنند تا سر یک پیاله چای آن سوال را بررسی نمایند. ولی این مقصدشان را حضرت ابوبکر نفهمیدند و گذشته رفتند. بعد حضرت عمر را با همین مقصد از راه داشتم، ولی آن کس نیز کاری نکردند. بعد از آنجا پیامبر صلی الله علیه و سلم گذشتند و چون مرا دیدند لبخند کردند و پی بردند که من چی میخواهم. به من گفتند ای اباهر. گفتم لبی ای رسول خدا. گفتند با من بیا. من در حال از پسشان رفتم. وقتی به خانهشان رسیدیم اجازتی در آمدن کردند. من نیز از پسشان در آمدم. در خانهشان قدح از شیر بوده است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از اهلشان پرسیدند که این شیر از کجاست؟ آنها گفتند که فلانی به شما هدیه کرده است. سپس به من نگریستند و گفتند ای اباهر، رو رفیقانت اهل صفه را فریاد کن. ابو هریره میگویند که اهل صفه مهمانان اسلام بودند. نه اهل داشتند و نه خاندان، نه کار و نه تجارت. اگر کسی به پیامبر صلی الله علیه و سلم چیز صدقه کند، آن را به آنها میفرستادند و از آن خودشان چیزی نمیگرفتند.
اما چیزی باشد که آن برایشان هدیه شده است، از آن هم خودشان می‌خوردند و به آنها نیز می‌دادند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو هریره گفتند که رو اهل صفه را فریاد کن، ابو هریره به خود اندیشه کردند که این یک قدح به کدام از اهل صفه میرسد؟ یک قدح خردکک شیر. اگر آنها مثل ابو هریره گرسنه نباشند هم، اما گرسنه بودند. برای همین ابو هریره میگویند که آن قدح شیر از همه بیشتر حق من بود که کمی خورم و قوت گیرم. کاش با همین کار تمام شود. وقتی آنها می آیند، ابو هریره ساقی می شوند و از همه آخر می نوشند. گویا مصیبت بالای مصیبت. مصیبت اول این که در یک قدح شیر آنها همراهشان می شوند. مصیبت دیگر این که بعد همه نوشیدن سپس می نوشند. در این حالت برایشان چی می ماند؟ می گویند من به اطاعت امر پیامبر صلی الله علیه و سلم مجبور بودم. آنها را فریاد کردم. آنها آمدند و همه در آمدند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفتند ای ابو هریره، به آنها شیر ده. قدح شیر را یک یک به آنها دراز میکردم و هر یک آنها از آن بسیرین نوشیده باز به من قدح را میگردانید. همین طور همه آمدگان از آن شیر نوشیده سیر شدند. بعد من قدح را گرفته به دست آن حضرت صلی الله علیه و سلم دادم. وقتی قدح به دست آن حضرت صلی الله علیه و سلم آمد، به من نگریسته لبخند کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم همه آنچه از دل ابو هریره میگذشت پی میبردند. لبخند کردند و گفتند ای ابو هریره. گفتم لبی ای رسول خدا. گفتند اکنون تنها من و تو ماندیم. گفتم بله. گفتند اکنون تو بینوش. من قدح را گرفتم و نوشیدم. باز آن را به سویشان دراز کردم. گفتند باز بنوش. من گرفتم و باز نوشیدم. این کار چند بار تکرار شد و در آخر گفتم قسم به خدا که شما را فرستاده است، دیگر جای نماند که بنوشم. این یک قدح خردکک از آن همه اهل صفه نوشیدند. حضرت ابو هریره چنان بسیری نوشیدند که دیگر جای نوشیدنی نماند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم حمد خدا گفتند و باقی مانده را گرفته خودشان نوشیدند. من این قصه را برای آن به شما نقل میکنم که یکم حالت گرسنگی حضرت ابو هریره را دانسته باشیم. بعداً قیمت خوراک خوردن با پیامبر صلی الله علیه و سلم. یعنی اینجا دو مسئله است. یکم گرسنگی سخت حضرت ابو هریره و دوم شرف خوراک خوردن همراه با پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگرچه ابو هریره گرسنه نمی بودند هم حتما شرفی با آن حضرت صلی الله علیه و سلم خوراک خوردن را از دست نمی دادند.